مسابقه به دست اومده. ببینیم از این موقع چگونه استفاده میکنن. تو ارسال میشه بری دروازه، یه ضربه ایستاد آروم، گل زود هنگام، یک شروع طوفانی برای داماش. دقیقه اصلا به دقیقه نرسیدیم، موفق میشه دروازه سایپا رو باز کنه. داماش گیلان 1، سایپای تهران 0. ما هنوز فرصت نکرده بودیم که بازیکنان دو تیمو معرفی کنیم. این ضربه آزادی رو ببینیم، توپ دوباره دروازه شد، گل برای سایپا، در حالی که ما داشتیم صحنه آهسته رو میدیدیم. گل سایپا رو ببینیم از پشت دروازه داماش. اینجا خب به نظر میرسید که از پنجاب هند که اگر برنده بشه به مرحله بعدی باشگاه آسیا صعود میکنه. یه پاس ارضی آل کثیر و گل دوم. این پاس ارضی آل کثیره و ضربه تمام کننده یار شماره 10 مرتضی ایدری، همین بازیکنی که چند دقیقه پیش آقای فرا